به نام خدا، زهرا سالمی هستم، مدرس طراحی و دوخت. تو این کلیپ میخوام بهتون آموزش جادوگمه با پایه معمولی رو بهتون آموزش بدم. توی کلیپ قبلی با پایه جادوگمه رو بهتون آموزش دادم. همون پایه معمولی رو روی چرخمون داریم، کشش نخمون، تنظیم ژتونمون همون ژتون 0 که مخصوص دوخت راسته و زیگزاگه. این درجهمون روی ال قرار میگیره، این درجه روی 1 2 و 3 و مجددا 2 و 1 توی دوختمون رفت و برگشت میکنه. این درجه بین 0 تا نیم قرار میگیره و این اهرم هم همونطور که بهتون گفتم بین 3 تا 7 قرار میگیره. کاری که ما باید انجام بدیم اینی که حتما جایی که میخوایم جادوگمه داشته باشیم و مشخص میکنیم. من اینجا با قرمز مشخص کردم که شما هیچ وقت این کارو نکنید. شما با گچ یا مل یا صابون خیاطی این کار رو انجام بدین که بعد از اینکه اتو میزنید این پاک بشه. همونطوری که میبینید خط وسط جادوگمه دقیقاً وسط پایه چرخ قرار میگیره. در این قسمت میایم سوزن رو توی کار قرار میدیم و شروع به دوخت میکنیم. و با دستمون کنترل میکنیم کار رو به این صورت. پایه رو در میاریم، این درجه‌مون رو برمیگردونیم روی 2 و دوخت بستمون رو انجام میدیم. پایه سوزن بالا قرار میگیره، مجددا درجه رو برمیگردونیم روی 3 و دوختمون رو ادامه میدیم تا جایی که آخر دوخت باشه. مجددا درجه روی 2 برمیگردونیم، دوخت بستمون رو میزنیم و دوباره روی 1 که یکم کارمون رو محکم کنیم. به همین سادگی.